کنسرت جدید عالی انصاری با مهدی فراخ و اجرای آهنگ دوگانه عالی انصاری و مهدی فراخ به زبان پشتو و دری. عالی انصاری کجاست و مهدی فراخ مصروف چی کار باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند خوش صدا، خوش سیما و نه چندان سابقه دار در میان هنرمندان افغانستان است، ولی از شهرت خوبه در میان مردم افغانستان برخوردار است. عالی انصاری در یک خانواده هنرمند دیده به جهان گشوده است. عالیه نه تنها هنرمند خانوادهشان است، بلکه برادرش تمیم ناله هم از جمله هنرمندان موفق کشور است. عالی انصاری زمانی که طفل بود از کشور افغانستان مهاجرت کرد و رفته رفته به کشور جرمنی رسید. عالیه با یکی از دوستان و اقارب خود ازدواج کرد و در شهر لندن زندگی میکرد، ولی ازدواج عالی انصاری موفق نبوده است. وی بعد از مدت 5 سال زندگی مشترک از شوهر خود جدا شده است و اکنون در شهر لندن زندگی میکند. عالی انصاری بعد از اجرای کنسرت در تلویزیون خورشید شهرتش در میان مردم افغانستان آوازه شد. عالی انصاری همیشه خواسته با هنرمندان دیگر افغانستان رابطه هنری خوبی داشته باشد و آهنگ‌های دوگانه‌ای با ایشان ثبت کند، از جمله حسام فرزان. اکنون عالی انصاری خواسته با هنرمند جوان دیگر کشور ما مهدی فراخ، قرسکخوان و محلی خوان کشور آهنگ دوگانه‌ای به زبان دری و پشتو ثبت کند. مهدی فراخ هنرمند ناماشنای کشور است که بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان به کشور استرالیا مهاجرت کرده است. اکنون در شهر سیدنی زندگی می کند و عالی انصاری قرار است اجرای کنسرت مشترک با مهدی فراخ هم داشته باشد. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.